بنا به گزارش‌ها در اوکراین تحت رهبری شهروند قرقیزستان الموس کودابک اولو نخستین بتالیون عبارت از جنگاوران ترک زبان تشکیل شده است. در هیئت این بتالیون اویغورها، قرقیزها، قزاق‌ها و همچنین زادگان آذربایجان می‌جنگند. از ظهور خود بتالیون توران 20 نوامبر سال 2022 با نشر مراجعتنامه به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر چچنستان رمضان قادروف خبر داد. در این ویدیو الموس کودابک اولو پوتین را به گنوسید یا نسل کشی ساکنان ترک زبان اوکراین ایبدار کرده از قادروف طلب کرد که دین مقدس اسلام را برای پوشانیدن جنایت‌های خود در اوکراین سوء استفاده نکنند. فرمانده بتالیون توران بنا به اطلاع دریافتی قبلا در روسیه مرد کاری و مدت سرتراشی میکرده است. الموزبک کودابک اولو از روزهای اول جنگ روسیه به ضد اوکراین از طرف اوکراین می جنگد. در قرقیزستان به ضد او با اتهام اشتراک در عملیات‌های جنگی در کشور خارجی پرونده جنایتی گشودند. در مراجعت خود الموزبک کودابک اولو خطاب به ولادیمیر پوتین و رمضان قادروف میگوید پوتین با بهانه عملیات مخصوص در اوکراین گنوسید خلق‌های ترک زبان را برو انداخته است. رمضان قادروف در پشت دین اسلام پنهان شده جهاد اعلان کرده است. اسلام برای ما یک دین مقدس است و با ارزش‌های مقدس ما بازی نکنید. ما این رژیم شیطانی پوتین را از بین میبریم. ما شما را چه در داخل و چه در بیرون به جان خواهیم آورد. درباره شخصیت الموزبک کودابک اولو معلومات زیادی در دست نیست. بنا به اطلاع پایگاه خبری استاندارد کام، کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان هنوز در بهار سال 2022 به ضد الموزبک کودابک اولو با اتهام اشتراک شهروند قرقیزستان در مناقشه‌های مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو کشور خارجی پرونده جنایتی گشوده است. همچنین خبر داده می شود که نمایندگان سفارت قرقیزستان با او در تماس شده پیشنهاد کردند که جنگ را بس کرده به وطن برگردد، ولی الموزبک کودابک اولو این را رد کرده است.